95% مردم نمیدونن این چیه. این مقوی ترین مغز جهانه، مغز پسته وحشی یا مغز پسته کوهی. وقتی پوستش سبزه و تازه است بهش میگیم ونوشک. در بهار از درخت بنه توسط بومی‌های زاگرس در دامنه کوه‌ها و جنگل‌های صعب العبور چیده میشه و چون در صنعت داروسازی استفاده ازش میکنن صادر میشه و خودمون هیچ. ضمنی که خیلی خوشمزه است، 100 تا خاصیت داره که خیلی عجیب و غریبن. 10 تاشو براتون میگم، باقیشو در کپشن بخونید. نه پیشگیری ها، درمان کمخونی، درمان نرمی استخوان، درمان سردمزاجی، پاکسازی کبد، کاهش کلسترول بد خون و یک منبع انرژی فوق‌العاده. ما در فابریکا تو فصل بهار این پوست سفتش رو توسط دستگاه‌ها جدا می‌کنیم و به شکلی که می‌بینید در معجون شاهو ازش استفاده می‌کنیم. محققا میگن خاصیتش 50 برابر پسته‌های معمولیه. به امید روزی که جلوی صادراتش گرفته بشه و همه بچه‌های ایران، مادرای باردار، جوونا، سالمندا، بیمارای قلبی بتونن ازش استفاده کنن. توی کپشن هم قیمتش رو نوشتم، هم همه خواصش رو. لطفاً با انتشار این مطلب کمک کنید همه مردم ایران این رو بشناسن. شاید مانع صادرات این بمب انرژی کوهستان شدیم.